فکر میکنی عروس هلندیت فقط سوت میزنه؟ نه، اگه درست باش کار کنی میتونه کلمه ها رو هم بگه، حتی اسمتو صدا کنه. 5 روش علمی و کاربردی برای سخنگو کردن عروس هلندیت. 1. سن طلایی آموزش. بین 3 تا 8 ماهگی بهترین بازه برای یادگیری صداهاست. هر چی زودتر شروع کنی بهتر جواب میگیری. 2. تکرار کلمات ساده و واضح مثل سلام، بابا، مامان، خوبی روزی چند بار با لحن شاد و یک نواخت تکرار کن. 3. آموزش توی محیط آروم و بدون حواس پرتی. یادگیری وقتی بهتره که تمرکزش فقط روی تو باشه، نه تلویزیون یا صدای ماشین. 4. استفاده از تشویقی بعد از تکرار موفق. اگه صدای شبیه کلمت گفت، سریع یه دونه تخمه یا ذرت بهش بده. مغزش یاد میگیره که تکرار مساوی جایزه است. 5. صبر صبر صبر. همه عروسا حرف نمیزنن. بعضیا فقط سوت میزنن، سوت حرفه‌ای، و همونا هم عشقن. تو به عروست چی یاد دادی؟ کامنت کن تا یه لیست کامل از کلمه‌های محبوب عروسا جمع کنیم.